با عرض ادب و احترام خدمت شما هم میهنان و هر آن نفری که وارد کانال ما شده است سلام میگوییم. این قسمت چهارم معلومات عمومی است. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آیا میدانستید که بهترین وقت خواب از ساعت 10 شب تا اذان صبح است؟ آیا میدانستید که عقاب معمولاً هنگام پرواز مستقیم به آفتاب می‌نگرد؟ آیا میدانستید که 85% گیاهان در اقیانوس‌ها رشد می‌کند؟ آیا میدانستید که نور آفتاب تا عمق 400 متر آب بحر نفوذ می‌کند؟ آیا میدانستید که زرافه می‌تواند با زبانش گوشهایش را پاک کند؟ آیا میدانستید که 1 میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می‌گیرد؟ آیا میدانستید که حجم زمین 81 برابر ماه است؟ آیا میدانستید که از بین نوع‌های خرس پاندا بزرگترین کاسه‌خانه سر دارد؟ آیا میدانستید که هر 50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ویچ اسپید مبتلا می شود؟ آیا میدانستید که 20% آب شیرین جهان میان امریکا و کانادا قرار دارد؟ آیا میدانستید که 60 گاو می تواند در مدت کمتر از یک روز 1 تن شیر تولید کند؟ آیا میدانستید که شیرینی تنها مزه هست که حتی جنین در رحم مادر هم میفهمد؟ آیا میدانستید که خوردن یک سیب در صبحگاهان بیشتر از قهوه باعث دور شدن آلودگی خواب می شود؟ آیا میدانستید که گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد می باشد و بزرگتر می شود؟ تشکر زیاد که این ویدیو رو تماشا کردید و اگر به شما پسند اومد لایک گذارید، عضو کانال ما شوید، زنگوله رو فراموش نکنید تا که از ویدیوهای بعدی آگاه شوید. هر کجایی که باشید خدا نگهدار و مددگارتان باشد.